این قسمت سوال‌های امتحانی فصل 4 بخش مشتق که مربوط به ریاضی 12 هست رو می‌خوایم کار کنیم. یعنی نمونه سوال‌های امتحانی سال‌های گذشته رو من برگ می‌زنم و هر سوالی که مربوط به فصل 4 مشتق هست رو کار می‌کنیم. از اونجایی که پایه 12 امتحان نهایی هست ریاضیش، پس مثل سال‌های گذشته هست امتحان، فقط عددها ممکن هست که تغییر کنه. اول بیایم با یه عبارت چند جمله‌ای شروع کنیم. مثلا 5x به توان 5 منهای 8x3 به علاوه 2x به توان 4 به علاوه 7x منهای 8. میخوایم مشتق این عبارت چند جمله‌ای رو بگیریم. باید اول شما توان رو در ضریب ضرب کنیم. یعنی 5 تا میشه 25 تا و یه دونه از توان متغیر کم میشه. یعنی اگر 5 باشه یه دونه کمترش برابر میشه با 4 منهای دوباره توان رو در ضریب ضرب میکنیم، میشه منهای 24x، یه دونه از توان کم میشه، میشه x به توان 2 به علاوه توان دوباره در ضریب ضرب میشه، میشه 8، یه دونه از توان کم میشه. یعنی اگر 4 بوده میشه الان 3 به علاوه دوباره توان، وقتی توان ننوشته یعنی 1 در ضریب ضرب میشه و یه دونه از توان کم میشه. خب x به توان 0 برابر میشه با 1 و من دیگه نمی نویسمش چون x به توان 0 برابر شد با 1 و مشتق یه عدد ثابت که متغیری کنارش نیست برابر هستش با 0 و دیگه نمی نویسیمش. الان این مشتق عبارت چند جمله‌ای بالا هستش. پس قرار شد که توانها در ضریب ضرب بشه و یکی از توان کم بشه. خب یکی دیگه براتون مثال میزنم. مثلا 6x به توان 7 منهای 4x به توان 5 منهای 3x به علاوه 9. میخوایم مشتق بگیریم. پس دوباره توان در ضریب ضرب میشه، میشه 42x، یه دونه از توان 7 کم کنم میشه 6 منهای 4 5 تا میشه 20 تا، یه دونه از توان 5 کم میکنم میشه 4 و این هم که توان نداره 1 3 تا 3 تا، یه دونه از توان 1 کم میشه میشه 0، x به توان 0 هم که 1 دیگه نمی نویسیمش و مشتق یه عدد ثابت برابر با 0 دیگه نوشته نمیشه. پس این شد مشتق عبارت چند جمله‌ای بالا. وقتی که به صورت 2 تا کمان هست، یعنی به صورت حاصل ضرب 2 کمان هست، اول بیایم یه دونه کمان رو بررسی کنیم. مثلا داریم 3x به توان 5 منهای 2 به توان 7. اول شما توان رو میذارید پشت کمان یا همون پرانتز، بعد خود پرانتز هر چیزی که داخل پرانتز هست رو مینویسید، یه دونه از توان کم میکنید. مثل اینجا که 7 میشه 6. بعد میایید مشتق داخل کمان یا پرانتز رو میگیرید. الان اینجا توان توی ضریب ضرب میشه، میشه 15x، یه دونه از توان 5 کم میشه، میشه 4 و گفتیم که مشتق یه عدد ثابت که اینجا 2 هست میشه 0. پس اینجا من پرانتز رو میبندم. تموم شد، مشتقم رو کامل گرفتم. یه کمان دیگه مثال بزنیم. مثلا 7x به توان 4 منهای 3x به توان 8. دوباره توان رو میارم پشت پرانتز یا کمان و هر چیزی که داخل پرانتز یا کمان هست رو عین خودش می نویسم، یه دونه از توان کم می کنم. اگر 8 میشه 7 و بعد میام مشتق داخل پرانتز یا کمان رو میگیرم. توان رو در ضریب ضرب می کنم، میشه 28x، یه دونه از توان کم می کنم، مثلا 4 میشه 3 و بعدی برای مشتق گرفتن عدد بعدی منهای 3x دوباره توان 1 یه 3 تا در ضریب ضرب میشه و چون که x توانش که یکی کمترش میشه x به توان 0 دیگه نمی نویسمش. علامت بینشون هم چی بوده؟ منها. پس این منها رو هم میذارم. الان مشتق رو کامل گرفتیم. خب حالا این رو شما حلش کنید و بعد با این دوباره چک کنید ببینید درست حل کردید یا نه. مثلا 3x به توان 5 منهای 4x2 به علاوه 7 به توان 3. توان رو میارم پشت کمان و کمان رو می نویسم، هر چیزی داخل کمانه داخل پرانتزم هست، یه دونه از توان کم می کنم، بعد میرم داخل کمان رو مشتق می گیرم داخل پرانتز رو. یه عبارت چند جمله‌ای هست مثل همون صفحه قبل که کار کردیم. توان توی پایه، توان توی ضریب ضرب میشه، میشه 15x، یه دونه از توان کم میشه، میشه 4 منهای دوباره توان توی ضریب ضرب میشه، یه دونه از توان کم میشه، میشه x به توان 1 و گفتیم که مشتق یه عدد ثابت هم که 0 هست. خب الان این مشتق رو کامل گرفتیم.
زمانی که 2 تا کمان دارم، یعنی 2 تا پرانتز دارم و بینشون ضرب هست. وقتی چیزی نوشته نمیشه یعنی ضرب هست. مثلا اینجا داریم 3x به توان 5 منهای 7x به توان 3 ضرب در 4x به توان 5 منهای 1 به توان 5. خب پس وقتی که 2 عبارت داریم، 2 کمان داریم که بینشون ضرب هست، فرمولش این هست که مشتق عبارت اول ضرب در خود عبارت دوم به علاوه مشتق عبارت دوم ضرب در خود عبارت اول. الان اینجا مشتق عبارت اول یعنی مشتق اینو بخوایم بگیریم دیگه، یعنی الان اینجا 3 توان میاد پشت کمان و کمان رو خودش می نویسیم، یه دونه از توان کم میشه 2. بعد میرم سراغ این که مشتق داخل کمان یا پرانتز رو بگیرم. 5 ضرب در 3 میشه 15x، یه دونه از توان کم میشه منهای دوباره 1 ضرب در 7 میشه 7x به توان 0 که دیگه گفتیم x به توان 0 برابر با 1 نمی نویسیم، میشه منهای 7. این الان مشتق داخل کمان شد ضرب در خود دومی. پس شد مشتق عبارت اولی رو که ما گرفتیم ضرب در خود دومی. خود دومی هست 4x به توان 5 منهای 1 به توان 5 به علاوه، من دیگه ادامهش رو پایین می نویسم، مشتق عبارت دوم، یعنی من مشتق اینو میخوام الان. 5 رو دوباره میایم پشت پرانتز میذاریم، عبارتمون یا کمانمون هم 4x به توان 5 منهای 1 رو خودش یه دونه از توان کم میکنیم، 5 میشه 4 ضرب در هر چیزی که داخل پرانتز یا کمان هست رو مشتق میگیریم. 5 4 تا میشه 20 تا، توان قرار شد در ضریب ضرب بشه، یه دونه از توان کم بشه و عدد هم که مشتق نداره، عدد ثابت، یعنی میشه 0. دیگه من 0 رو نمی‌نویسم، دیگه نیاز نیست بنویسیم منهای 0. خب مشتق عبارت دوم رو گرفتم ضرب در خود عبارت اول. خود عبارت اول 3x به توان 5 منهای 7x به توان 3 هستش. پس اگر بین 2 کمان یا 2 عبارت ضرب باشه باید بگیم مشتق عبارت اول ضرب در خود عبارت دوم به علاوه مشتق عبارت دوم ضرب در خود عبارت اول. یه مثال دیگه مثلا داریم 4x منهای 4x2 منهای 7x به توان 3 و ضرب در رادیکال x. خب میگید که رادیکالی نداشتیم، مشتق رادیکال به چه صورت هست؟ اگر یه رادیکال x رو بهتون دادن و مشتقش رو خواستید پیدا کنید، مشتق عبارت‌های زیر رادیکالی با فرجه 2 وقتی نمی‌نویسه یعنی فرجه ریشش 2 هست، صورت میشه مشتق عبارت زیر رادیکال به روی 2 برابر همان رادیکال. الان مشتق عبارت زیر رادیکال، الان زیر رادیکال x به توان 1 میشه 1 x به توان 0 که گفتیم دیگه x به توان 0 رو نمی‌نویسیم، مشتق x میشه 1 به روی 2 برابر همان رادیکال میشه. مثلا یه رادیکال دیگه مثال بزنیم، رادیکال 5x به توان 2 منهای 7x. مشتق زیر رادیکال 2 در 5 ضرب بشه میشه 10x به توان 1 منهای اینم 1 توی ضریب ضرب بشه میشه منهای 7. دیگه x به توان 0 میشه که برابر میشه با 1، من دیگه نمی‌نویسم. این مشتق عبارت زیر رادیکاله به روی 2 برابر همان رادیکال. 2 برابر رادیکال 5x منهای 7x. این میشه مشتق عبارت‌های رادیکالی. یکی دیگه هم حل کنیم که قشنگ متوجهش بشیم. مثلا مشتق رادیکال 8x منهای 8x منهای 4x اصلا به توان 2. این دیگه سخت‌ترین عبارت رادیکالی هستش که اگه بخوام بهتون بگن با فرجه 2 هستش. حالا من اینو فرجه 3 میذارم. خب گفتیم مشتق عبارت زیر رادیکال یعنی 3 رو مینویسم که توانش هست، رو مشتق اینو میخوام بگیرم، مشتق کمانه 3 در پرانتز رو باز میکنم، یه دونه از 3 کم میکنم میشه 2 و عبارت داخل کمان رو مشتق میگیرم 3 تا 24x به توان 2، یه دونه از این توان کم میکنیم منهای 4 به روی 2 برابر همان رادیکالی که نوشته شده، هر چیزی که نوشته شده تموم شد رفت. پس میگه سخت ترین عبارت رادیکالی بود. من میگم مشتق زیر رادیکال رو بگیریم برای صورت. حالا این مشتق کمان بود
که 3 میاد پشت پرانتز و توان یه دونه کم میشه، بعد مشتق داخل کمان یا پرانتز رو میگیرم به روی 2 برابر همان رادیکال. خب بریم این سوال رو حل کنیم که نوشته بودیم. 2 تا عبارت دارم که بینشون ضرب هستش. میخوایم مشتق بگیریم، چون ضرب بینش، پس میگم این همون فرموله هست که میگه چی؟ مشتق عبارت اول ضرب در خود عبارت دوم به علاوه مشتق عبارت دوم ضرب در خود عبارت اول. اینو باید حفظش کنیم. مشتق عبارت اول چی هستش؟ 3 رو توان رو پشت پرانتز میذارم، میشه 4x2 منهای 7x، یه دونه از توان کم میشه 2 در مشتق داخل پرانتز یک کمان میشه 8x. چرا؟ چون الان اینجا توانه توی ضریب ضرب میشه 8x منهای 7. این مشتق عبارت اول هستش، ضرب در خود عبارت دوم هر چیزی که نوشته شده، اینجا رادیکال x هستش، به علاوه توی ضرب میشه تبدیل به علاوه مشتق عبارت دوم. مشتق عبارت دوم میبینم یه عبارت رادیکالیه. رادیکالی قرار شد با فرجه 2 که داخل نمونه سوالای امتحانی رادیکال با فرجه همون 2 میاد. شما باید بیایید مشتق زیر رادیکال رو بگیرید که میشه 1 به روی 2 برابر همان رادیکال. این مشتق عبارت دومه. حالا باید بریم ضرب در خود اولی بنویسیم. هر چیزی که عبارت اولی نوشته شده رو من می نویسم ضرب در خود عبارت اول. این مشتق عبارت‌های ضربیه. خب یکی دیگه حل کنیم از این ضرب‌ها. ضرب مثلا یکیش کمان باشه 3x منهای 7 به توان 4 ضرب در یه رادیکال یک کوچولو مثلا سخت‌ترش بخوایم بکنیم 3x منهای 1. خب مشتق عبارت اول میشه چی؟ 4 میاد پشت کمان، 3x منهای 7 یکی از توان کم میشه 3 در مشتق عبارت داخل پرانتز که میشه چی؟ 3، چون یه 3 تا میشه 3 تا و مشتق عدد ثابت هم که 0. مشتق عبارت اول ضرب در خود دومی هر چیزی که نوشته شده به علاوه مشتق عبارت رادیکال. من ادامهش رو پایین می نویسم. مشتق زیر رادیکال که میشه چی؟ 3 به روی 2 برابر همان رادیکالی که نوشته شده. مشتق زیر رادیکال یه 3 تا توان یه 3 تا میشه 3 تا x به توان 0 دیگه من ننوشتم چون برابر شد با 1 و عدد ثابت هم که 0. ضرب در خود عبارت اول. پس اینم برای ضرب 2 تا کمان یا یک کمان و یک رادیکال. خب بریم سراغ کسرها. مثلا توی صورت هستش 3x منهای 7 به توان 2، توی مخرج هست رادیکال x. برای توابع کسری مشتق که بخوایم بگیریم میگیم مشتق صورت ضرب در خود مخرج هر چیزی که نوشته شده منها، اینجا منها تو توابع کسری، توی ضرب جمع بود توی کسری منهای مشتق مخرج ضرب در خود صورت هر چیزی که نوشته شده به روی مخرج به توان 2. خب مشتق صورت چی هستش؟ کمان دیگه، میشه 2 برابره، یعنی 2 میاد پشت کمان، همون کمانه یه دونه از توان رو کم میکنم، میرم مشتق داخل کمان رو میگیرم که برابر میشه با 3 ضرب در خود مخرج هر چیزی که نوشته شده. منهای مشتق مخرج بچه‌ها رادیکالی هستش، یعنی میشه عبارت مشتق زیر رادیکال که یک به روی 2 برابر همان رادیکال ضرب در خود صورت. خود صورت نوشته شده 3x منهای 7 به توان 2 به روی مخرج به توان 2، مخرج هم که رادیکال x هست به توان 2. خب بریم یکی دیگر رو حل کنیم. مثلا داریم 5x منهای 8 به توان 2، اینجا 4 باشه، به روی رادیکال 4x منهای 7. خب بریم گفتیم چی هست برای توابع کسری؟ مشتق صورت ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج ضرب در خود صورت به روی مخرج به توان 2. 2 میاد پشت کمان، میسید 5x به توان 4 منهای 8 و توان یه دونه کم میشه. مشتق داخل کمان میشه 20x، عدد ثابت هم که دیگه نمی نویسیم.
یعنی مشتقی نداره، مشتقش صفر هستش. منهای مشتق مخرج، بچه مشتق رادیکالی. این مشتق صورت رو که گرفتیم، دو اومد پشت، کمان رو نوشتم، یه دونه از توان کم کردم، بعد اومدم مشتق داخل کمان رو گرفتم، شد 20 x 4 5 تا 20 تا x به توان 3. ضرب در خود مخرج رو هم خب میکنیم، یعنی ضرب در 4x منهای 7 منهای مشتق مخرج ضرب در خود صورت. من برای اینکه این جا بشه این رو یکم کوچیک‌تر بنویسم. پس گفتیم که اینجا میخوایم مشتق صورت بگیریم، 2 رو مینویسیم، 5x به توان 4 منهای 8 به توان 1، مشتق داخل کمان میشه 20x به توان 3 ضرب در خود مخرج 4x منهای 7. منها رو میذاریم، مشتق مخرج رادیکال 4x منهای 7 یک تابع رادیکالیه. توابع رادیکالی با فرضیه 2 میگفتیم مشتق زیر رادیکال به روی 2 برابر همان رادیکال. مشتق زیر رادیکال میشه 4، چون 4x به توان 1 یه 4 تا میشه 4 تا، xش هم دیگه نمینویسیم، به روی 2 برابر همان رادیکال ضرب در خود صورت 5x به توان 4 منهای 8 به توان 2 هستش. به روی مخرج هر چیزی که نوشته شده به توان 2. پس مشتق توابع کسری رو داشتیم که داخل صورتش کمان بود و داخل مخرج رادیکالی هستش. حالا بریم چند تا نمونه سوال امتحانی رو کار کنیم که داخل امتحانهای سالهای مختلف اومده. اینجا تابع fx رو داده 3x به علاوه 1 به روی رادیکال x، یا به همون گفته gx هستش 1x در x به توان 2 به علاوه 5x به توان 7. مشتق این دوتا رو میخواد که بگیریم. اینجا مشتق صورت، این تابع کسریه دیگه، تابع کسری، مشتق صورت میشه 3، درسته؟ مشتق صورت یه 3 تا 3 تا میشه 3 ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج رادیکالیه، میشه عبارت زیر رادیکال مشتق زیر رادیکال که میشه 1، چون اینجا 1 دیگه، هم 1 اینم 1 ضریبش یکی 1 به روی 2 برابر همان رادیکال ضرب در خود صورت 3x به علاوه 1 به روی مخرج هر چیزی که هست به توان 2. پس مشتق صورت رو 3 ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج که شد 1 به روی 2 رادیکال x ضرب در خود صورت به روی مخرج به توان 2. بریم بعدی. 1x بچه خودش تابع کسریه، یعنی اگر من بخوام مشتق بگیرم میتونید مشتقش رو حفظ کنید، چون این خیلی میاد تو امتحان 1x، ولی نیازم نیست به حفظ کردن. مشتق صورت شد یه عدد، مشتق یه عدد ثابت شد 0 ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج میشه 1 ضرب در خود صورت که 1 به روی مخرج به توان 2. و این که 0 منهای 1 میشه منفی 1 به روی x به توان 2. یعنی هر جا 1x دیدید مشتقش میشه منفی 1 به روی x به توان 2 منفی 1 به روی x به توان 2 یا منهای 1 x دوم x به توان 2. خب پس مشتق 1x رو الان گرفتید، بینش رابطه ضرب دیگه، مشتق اولی ضرب در خود دومی، مشتق 1x شد منفی 1 به روی x به توان 2 ضرب در دومی هر چیزی که هست، مشتق اولی ضرب در هر چیزی که دومی نوشته شده که اینه، به علاوه توی توابع که بینش ضربه این تبدیل میشد به جمع. مشتق دومی 7 رو باید بذارم چون کمانه دیگه، پرانتزیه، x2 به علاوه 5x یه دونه از توان کم میکنم میشه 6. حالا مشتق داخل کمان رو میگیرم میشه 2x به علاوه 5، این شد مشتق عبارت دوم ضرب در خود اولی که میشه 1x. پس این الان بارم این سوال 1.75 صدم بود که گفته مشتق تابع های زیر را به دست آورید. اولی که fx کسری بود، دومی gx ضرب بود. حالا بریم سراغ سال بعدی، برگ میزنم میرم سراغ نمونه سوال امتحانی سال بعد که این رو داده، یعنی گفته fx هستش منهای 3x به علاوه 1 x2 به علاوه 5 به توان 8. خب این سوالم قشنگه از این جهت که میبینید کلش داخل یک کمان و پرانتز به توان 8. پس من 8 رو میارم پشت، اینجا 8 مینویسم، منهای 3x به علاوه 1
به روی x به توان 2 به علاوه 5. یه دونه از توان 8 کم میکنم میشه 7. خب حالا باید بریم سراغ مشتق گرفتن داخل پرانتز، داخل کمان. داخل کمان که میام میبینم یه تابع کسریه، پس میگم مشتق صورت که منهای 3x به علاوه 1، مشتق صورت ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج ضرب در خود صورت به روی مخرج به توان 2. پس بریم مشتق داخل کمان رو بگیریم. مشتق صورت میشه منهای 3، چرا؟ چون توانش یکه، یه 3 تا میشه 3 تا، یه منها هم داره منفی 3. منفی 3 مشتق صورت ضرب در خود مخرج هر چیزی که نوشته شده منهای توی توابع کسری تبدیل میشه منهای مشتق مخرج میشه 2x، چون 2 در 1 ضرب میشه 2. 2x ضرب در خود صورت منفی 3x به علاوه 1 به روی مخرج هر چیزی که نوشته شده به توان 2. پس این مشتقی بود که گرفتیم و خیلی مهم بود دیگه. نهایتش سخت‌ترینش این حالته که یه تابع کسری دارید داخل کمان یا پرانتز به توان یه عددی. اون عدد رو، اون 8 رو که توان میارید پشت میشه ضریب. هر چیزی که داخل کمان نوشته شده یه دونه کمتر. حالا میرید سراغ مشتق گرفتن داخل کمان. میایید داخل کمان میبینید یه تابع کسریه، میگید مشتق صورت ضرب در مخرج منهای مشتق مخرج ضرب در خود صورت به روی مخرج به توان 2. خب سوال بعدش این قسمت الفش بوده، اینم قسمت ب. ببینید دوباره توی قسمت ب یک ایکسوم رو آورده و توابع رادیکالی 3x به علاوه 2. این رو حل کردیم دیگه. یک ایکسوم اگر بخوایم مشتق بگیریم انگار یه مشتق تابع کسریه. صورت مشتقشون عدد ثابته میشه 0 ضرب در مخرج منهای مشتق مخرج هم میشه 1 ضرب در خود صورت، چرا؟ چون این یکی میشه 1 میشه x به توان 0 و خود 1 به روی مخرج به توان 2 که گفتیم میتونیم حفظ کنیم. یک ایکسوم مشتقش میشه منفی 1x به روی منفی 1 به روی x به توان 2. الان اینجا بین این دو تا عبارت ضربه، پس باید بگیم مشتق اول ضرب در خود دومی به علاوه مشتق دومی ضرب در خود اولی. مشتق اولی شد منفی 1 به روی x به توان 2 ضرب در خود دومی هم که میشه 3x به علاوه 2 به علاوه مشتق دومی یه رادیکالیه. مشتق توابع رادیکالی با فرضیه 2 گفتیم چیه؟ مشتق زیر رادیکال که میشه 3 به روی 2 برابر همان رادیکال. ضرب در خود عبارت اولی میکنم که یک ایکسوم بوده. پس گفتیم یک ایکسوم مشتقش میشه منفی 1 x به توان 2 ضرب در رادیکال 3x به علاوه 2 که خود دومی هست توی ضرب تبدیل میشه به جمع. مشتق دومی یه مشتق تابع رادیکالی بود که میشه مشتق توابع زیر رادیکال 3x به علاوه 2 مشتقش میشه 3 به روی 2 برابر همان رادیکال ضرب در تابع اولی خود اولی. خب این هم 1.75 داشته. برگ میزنم میرم سراغ نمونه سوال امتحانی سال بعدتر که این سوال هست. شما میتونید این سوالا رو خودتون حل کنید و بعد با جوابها چک کنید. یا اگر نیاز دارید که گوش بگیرید، یادش بگیرید، بعدتر این سوالا رو خودتون حل کنید. خب اینجا الان توان 5 میاد پشت کمان پرانتز. همون پرانتز رو می نویسم، یه دونه از توان کم میکنم. حالا میخوام برم مشتق داخل کمان یا پرانتز رو بگیرم، میبینم یه تابع کسریه. پس میگم مشتق صورت ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج ضرب در خود صورت به روی مخرج به توان 2. خب مشتق صورت که 1 ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج که 2 ضرب در خود صورت به روی مخرج به توان 2. این تموم شد دیگه. الان اینجا مشتق رو گرفتیم. پس گفتیم که توان 5 میاریم پشت، خود کمان رو هر چیزی که هست می‌نویسیم و یه دونه از توان کم می‌کنیم. حالا مشتق صورت میشه 1 ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج که 2 ضرب در خود صورت به روی مخرج به توان 2. این قسمت الفشه. بریم قسمت بش. گفته یه تابع دارم g x هستش x به توان 2 در رادیکال x به علاوه 1. توابع چیه؟ بین توابع چیه؟ ضربه. پس وقتی که ضرب باشه میگم مشتق اولی میشه 2x
x به توان 2 مشتقش میشه 2x به توان 1 ضرب در خود دومی، هر چیزی که نوشته شده ضرب تبدیل میشه به جمع. مشتق دومی، این دومیه، دومی تابع رادیکالیه، میگم مشتق زیر رادیکال که میشه 1 به روی 2 برابر همان رادیکال ضرب در خود دومی. این هم قسمت بش بود که کلا این هم بارمش 2 نمره بود این سواله.